میگه این که خیلی مهمه، اینه که من بهترین رفیق تو هم. باید میکنم این خیلی تنهاست. شیت. میگه هر بار منم یه کاری میکنه که از بچه ها مراقبت کنه. عزیزم بهش گفتم ولی این خیلی زیاده آجی. میگه بابای من نباید اینطوری بشه، یعنی مستحقش نیست. عجب آجی بازی عجیب غریبی بود. سلام رفقا، یور خیلی مختصم فاقم علیکم میستم و خیلی خوش اومدیم به یکی از معروف ترین بازی های دارک دنیا. امروز قرار بد پرنتینگ رو با هم دیگه تجربه کنیم. بازی که مثل بوم تو اینترنت ترکی و در عین سادگی اثری از خودش به جا گذاشت که وقتی کامنتاشو میخونی ساعتها یا شاید روزها کسایی که تجربهش کردن درگیرش شدن. پیشنهاد میکنم به هیچ عنوان این ویدیو رو از دست ندین. برو بریم سراغش. خب رفقا گل خیلی خوش اومدید بالاخره به بد پرنتینگ، بازی که سال 2002 اومده و اینقدر ازش حرف و حدیث و تعریف تمجید هست که واقعا ترکونده و کلی سرستا کرده. دوباره همون استایل عجیب غریب بازی‌های دارک و بد پرنتینگ، یعنی والدین بد. قصه اول آقای صورت قرمز. چه عجیب غریب شروع شد، هم یه وایب خیلی خوبی میده، هم یه انگار هم حاجی میخواست حال کنی هم قراره حالت گرفته بشه. او شروع شد. خب آقا من یه پسری هم که دارم مامانم میپرسم که مامان دوباره دیر اومدی خونه. میگه من سر کار خیلی شلوغ بودم، کاش یکم با هم همدردی کنی. چقدر گرافیکش بامزه. او بهش گفتم ولی امروز تولدم ماما. گفت معلومه که میدونم. بهش گفتم پا کادوم کو؟ یادش رفته بود تولدم. میگه که چیزی راجع به آقای صورت قرمز شنیدی؟ میگه تولد بچهای خوب مثل اون آقاه واسهشون یه دونه به صورت مخفیانه یه دونه کادو میاره وقتی که خوابن. گفتم جدی میگی ماما؟ گفت البته که جدی میگم. میگه اگه کادو تو میخوای برو همین الان بخواب. داره خرم میکنه. بهش گفتم که همین الان دارم میرم به گفت دوباره داری بچه رو اسکول میکنی؟ میگه چرا دوباره انقدر دیر اومدی خونه؟ آجی یه چیزی این وسط. گفت من سر کار بودم، شیفتم خیلی طول کشیده. او فوشش داد مامانه. وای آجی اسم میکنم یه رابطه خیلی بد و قهره. میگه فکر میکنه من یادم احمقم اینجوری فکر میکنه. وای آجی بابای چقدر بدجوره. میگه برو گم شو تو اتاقه پشکشمون کرد باباه. میگه با نستا جر و بحث ما رو نگاه کن. او چقدر بابا حس بدی داشت. چه خونه این اتاق من؟ نه این فکر کنم اتاق مامان بابامه. چه خونه بیرو و عجیب غریبی و اتاق دیگه آقا فکر میکنم خیلی قراره چیزای افسردگی عجیبی رو تجربه کنیم. ولی حس میکنم مامانم خیلی دوستم داشت، یادش رفته بود فقط. آره دارم خواب میبینم یا چی؟ انگار یه حالتی انگار چشام داره باز و بسته میشه بچه ها. آقا دست من نیست، چیزی رو نمیتونم تکون بدم. یه صدایی داره نزدیک اتاقم میشه. اون مثل رد فیسه، یعنی نکنه مادرم داره فیلم بازی میکنه که مثلا اگه آقا یه کسیه که یه ماسک قرمز داره و یه دونه عروسک دستش بود، رفت سمت کمد. چقدر باحال درستش کرده. این فلش هایی که میخوره انگار مثلا یه لحظه داری میبینیش. خب آقا صبح شد. لحظه چقدر باحال بود. شبه اینجا بود.
اینجا کاری نمیتونه. آقا چه باحال. میگم این کادو از طرف مستر رد فیس. میگه امکان نداره. به خودم گفتم امکان نداره. چه گردنش اینطوریه؟ عروسک حرف زد. میگه اسم من رانه. بهش گفتم تو میتونی حرف بزنی؟ میگه آره که میتونم حرف بزنم. میگه من توسط جادو ساخته شدم. وات؟ میگه تو اسمت هم که شبیه منه. میگه درسته. میگه مای مستر. میگه یه جوری ارباب منو ساخته واسه تو. میگه ولی انگار گردنت یه مقدار مثلا انگار کج و کوله است. درسته؟ میگه درسته. ارباب من یه وقتا یه اشتباهی کوچولویی میکنه و این داستانا. میگه این که خیلی مهمه اینه که من بهترین رفیق تو هم. باید میکنم این خیلی تنهاست. شیت. میگه دوست داری با من یکم بازی؟ گفتم دوست داری یکم با من بازی کنی؟ میگه که ارباب من یه عروسک رو توی کومودا ذخیره، همونجایی که دیشب رفت تو کومودا بهم گفت که میخوای بیارمشون واسط. قفله. میگه این کومود هنوز خرابه. میگه میخوای دوباره شانس تو امتحان کنی؟ میگه من نمیتونم چیزش کنم. میگه من نمیتونم. گفتم بهش نمیتونم بازش کنم. بهش گفتم میخوای کار دیگه ای بکنم؟ گفت من گشنمه. گفتم توی عروسک مگه تو چیزی میخوری؟ چه عجیب غریبه. میگه من چیزی نمیخورم. پرام. میگه وقتی تو چیزی میخوری من حس میکنم. چی؟ میگه اربابم منو لینک کرده احساساتمو و همه چیمو به تو. چه باحال. میگه خیلی راحت میتونم تو رو بفهمم هر کاری که میکنی. بهش گفتم این خیلی باحاله. یعنی چی؟ آجی دقت دارید به این دارک بودن فضای خونه و بیروح بودن این صدا پای عجیب غریب و خب گفت گشنمه. چی میتونیم بخوریم؟ این چیه؟ قرص. این چیه؟ اینجا میتونم چیزی بردارم؟ آقا یه نامه رو یخچال بود. میگه میدونم که این نامه رو ساعت 1 بعد از ظهر میخونی. شاید واسه این میگه که بچه کسایی که افسردگی دارن خیلی زیاد میخوابن. واسه این داره میگه که آجی جدیدن توی خوردن و این داستانا یکم داری تنبلی انجام میدی. یادت نره که حتما گرمش کنی قبل اینکه بخوری و حتما هم یادت باشه من چون مثلا یه وقتایی نیستم باید یاد بگیری از خودت مراقبت کنی و اینکه حتما هم اون دارو تو بعد از غذا بخور. تو مریضی؟ میگه یه چیزی دستته باید اونو واسه ببینم چجوری بذارمش. اینو میتونم با قروسک که غذا بخورم. خب گرمش کنم اینجا. آقا تا اینجا چیزی که فهمیدم فکر میکنم بچه ما یه مریضی داریم و چه باحال. کجا من بشینم؟ نشستم. میگه این غذا مورد علاقه توه؟ میخوای یه دونه جادوی عجیب غریب بهت نشون بدم؟ گفتم آره تو رو خدا. گفت من یه کاری میکنم که این غذایی که هیچ موقع تموم نشه. میگه هر موقع که خوردی تموم شد دوباره غذای برگرده به جاش. واقعا بهترین رفیقمون شد. گفتم خیلی باحاله. میگه گفتم چه باحال. گفتم دیگه میتونی چیکار کن؟ این عروسکه بچه یه سری قدرت. چی؟ چه اتفاقش؟ گفتم چه اتفاقی افتاد؟ گفت من نمیدونم. گفت تو حدس بزن. گفت وای بطری اگه پدرم بدونه دهنمو سرویس میکنه. گفت امیدوارم خواب باشه. گفت بابات. گفت نگران نباش. گفت میگه ارباب من باباتو برده از اینجا. چی؟ گفتم چی میگی؟ میتونم ورش دارم؟ بابامو برده؟ یعنی چی؟ وات؟
این مگه اونجا بود؟ این عروسک لعنت. گفتم بهش بابام کجاست؟ گفت بهت گفتم که ارباب من بردتش یه جای دور. گفتم چرا؟ اوه میگه بابای توی آدم بده. میگه بابات آزار و اذیت میکنه، کتکت میزنه اغلب اوقات. میگه ارباب منم یه کاری میکنه که از بچه‌ها مراقبت کنه. عزیزم بهش گفتم ولی این خیلی زیاده آجی. میگه بابای من نباید اینطوری بشه، یعنی مستحقش نیست. گفت اون خیلی آدم بدیه. عزیزم میگه نه اونجوری نیست آجی. بابا هر چقدر هم داستان دار باشه بابا آجی فکر کنم تازه شروع شد. میگه بهش گفت منو ببر پیش بابام، تو رو خدا التماست میکنم. میگه باشه ولی من ارباب خوشم نمیاد از این داستانا. میگه بردتش یه جای دور نگرش داشته. میگه اگه بخوای این کارو کنی باید از یه شورتکات استفاده کنی اگه بخوای. بهش گفتم راه رو نشونم بده. ها او شورتکات توی کمدته آجی. این کموده یه من چرا هر جا میرم این لعنتی هم هست. این کموده آجی یه داستانی، این که باز نمیشد. میگه نمیتونی هنوز بازش کنی؟ اوکی. میگه اگه نمیتونی بازش کنی از کمد بابا ننت استفاده کن. منظورش از این چرا جا به جا میشه؟ آقا میگه باید بدونی که این کمودا مثل پورتال کار میکنن آجی. دهن سرویس اینو فیلم ها. میگه میتونه هر جایی بخواد ببرتت، که میتونه اونجایی ببره که باباتو نگه داشته. میگه یه ترای بکن، یه شانستو امتحان کن. بهش گفتم اینجا که هیچ کوفتی نیست پس چیکار کنم؟ میگه راستی من فراموش کردم. میگه باید یه کاری بکنی که اکتیو بشه، فعال بشه این شورتکات. میگه رادیوی بابا تو بیار بذار جلوی کلوزت. رادیو این رادیو بذار جلوی کلوزت بیار. و چقدر باحال اینو حاجی. فیلمای نولان میمونه. میگه این مثل الیویتور میمونه، مثل یه دونه چی بهش میگن آسانسور میمونه که فرکانساش باعث میشه که حاجی این مثلا انتخاب کنی که کجا داری میری. حالا فرکانس رو انتخاب کن و ببین کجا میخوای. حرام حاجی. با تنظیم کردن این داریم میبینیم کجا داریم میریم. اولی توی جنگل بود چون داشت صدای پرنده و دومی دریاه. وات این چیه؟ این چی بود؟ چرا راجبش هیچ حرف نزد؟ وات میگه فکر کنم همین این یکیه. میگه تو برو من با میستم اینجا، حواسم به خونه هست. به خونه؟ من برم. اوه چه عجیب غریب و باحاله. آقا من از یه پورتالی اومدم تو، تصادف کرده بابا. یه ماشین میبینم و اومدم بهش تو جهنم. اینجا چیه؟ میگه چطوری؟ یه گربه است حاجی. میگه من دنبال بابام میگردم. میگه اسم بابای من بروسه. میگه یه لحظه واسا. چه بامزه اومدیم انگار تو دنیایی که مثلا اطلاعات همه هست. میگه خیلی بروس داریم. میگه یکم بیشتر دیتیل بهم بده، یکم بیشتر جزئیات بهم بده. میگه بروس خوبیه یا بروس بدیه؟ یکم فکر کردم. میگه فکر میکنم آدم خوبیه ولی یه وقتایی عصبی میشه. چقدر بچه خوبیه. میگه پس اون آدم بدیه، بد بروسه. بذار یه نگاه دیگه دوباره بکنم. علی میگه بد بروس هم خیلی داریم حاجی. یه چیز بیشتری بگو. میگه اون همیشه حاجی داریم میگیم ما رو آزار اذیت میده، کتکمون میزنه، تازه داریم حاجی یه چیزای راجبش میگیم. میگه گفتیم چکمون هم میزنه. میگه همه اینا. پیداش کرد. گفت یه در پشت توه. آقا یه پورتال باز کرد. بس این یه بچه هم. میگه گفتم شما کی هستیم؟ میگه ما هم شبیه توییم.
ولی دنبال والدینمون داریم میگردیم. میگه میای جوین ما بش با به ما بیای پیش ما این داستانو. گفتم من عجله دارم، حالا بعداً میبینمتون. بچه یه حسی دارم، حس میکنم اینام کسایی هن که آزار و اذیت شدن توسط پدر مادراشون. این یکی تو قبره. بذار با چقدر عجیب غریب باشی مو بترم. اومدیم تو دنیای مجازی. آقا چشمای پدرم سفید شده. بهش گفتم با میگه آقا شکنجه منو متوقف کنی. بهش گفتم منم بابا پاشو. هی داره میگه شکنجه منو متوقف کنی. میگم چه اتفاقی افتاده؟ پاشو بریم خونه. میگه بهش دارم میگم اون اربابی که اون گفت دوتامونو میبره خونه. این فقط میگه آقا شکنجه منو متوقف کنی. وات؟ کجا اومدیم توی دنیای دیگه. میتونم برگردم؟ نه دیگه نمیتونم. بابا من این چیه؟ اسپل جادو. بابا وات؟ این چی؟ آقا این منم؟ خواب بودم تمام این مدت؟ این چی اینجوری شد مادرم؟ بچه خواب بودم تمام این مدت تو کمو. چی شد؟ چرا اینجوری میشه؟ مامانم میگه چی شده؟ میگه چرا تو کمد قایم شدی؟ بهش گفتم که رد فیس بابامو برده. آجی من چی اتفاقی داره میفته؟ گفتم گفت بعدش چی شده این داستان رو؟ گفتم بابا من جوک نمیگم ماما. میگه گفتم داستان زیاده و این داستانا. گفتش که این عروسکم باهات تو قضیه بوده ران و این داستانا. گفتم مگه تو میدونی عروسک چی راجب چی حرف میزنم این داستانا؟ گفت معلومه که میدونم. گفت آقا من داروامو. میگه چرا داروهاتو نخوردی؟ میگه این بار اولی نیست که این چرت و پرتا رو تعریف میکنی، توهم رو تعریف میکنی. هر دفعه که میگی داستانش متفاوته ولی اون عروسک احمق تو همه اینا هست. برام میگه یادت نمیاد سریای قبلو؟ گفتم نه. گفت برو حالا بگیر بخواب. آقا من یه تجربه ای دارم هر سری که دارم اینو زندگیش میکن. نه این چه؟ What؟ این چی؟ از هوش رفتم. بسر من یه چیزی رو دارم تجربه میکنم هر سری که دارم داستاناشو به مامانم هم میگم. بهش گفت چی شده بابا؟ گفت خوبی؟ مامان گفت خوبی؟ بیهوش شدم انگار. داستاناشو به مامانم تعریف کردم. تو همه قصه ها یک مشترک داشته و این عروسکه بوده که اسمش هم ران بوده هر سری. یعنی پس دروغ نبوده. گفت بهتری، حال مالت بهتره. گفتم آره مامان جون. گفت ولی گفتم رد فیس و این داستانا. مامان گفت فردا آقا من مرخصی میگیرم میمونم ازت مراقبت میکنم. عزیزم چه خوشحال شد. گفت واقعا میمونی ماما؟ گفتم قول بده بهم ماما. گفت قول میدم. حالا برو بخواب. عزیزم آجی این چقدر چیزه. حس میکنم کم بوده مثلا عاطفی اینطوری داره. منو تو تخت خودش خوابون ماما. قولتو شکوندی ماما. کجا باید برم؟ دوباره این یارو اینجاست. آقا من دوباره دیدمش در حالی که حالش خیلی بد شده عروسکه. گفتم چه اتفاقی افتاد؟ آقا این واقعیه. گفت اربابم کتکم زده. میگه آقا اون اتفاقی که افتاد اصلا خوشحالش نکرده. میگه بهش گفتم ببخشید اشتباه من بود، این خطای من بود. گفتم مامانمو ندیدی جایی؟ گفت اربابم مامانو برده. تا چی؟
گفت اتفاق افتاده دیگه، من شرمندم نتونستم جلوشو بگیرم. آقا میگه تو هم باید اینجا فرار کنی، الان میخواد بیا تو رو هم ببره اربابم. بهش گفتم که نه، من میخوام که مام بابامو نجات بدم حتما. گفت چجوری میخوای چیز کنی؟ منو نمیبینی چه نابود شدم؟ اوه آقا ما از اون دنیا یه اسپل آوردیم. میگه من اینو تو قفس بابام پیدا کردم، تو زندان بابام پیدا کردم، فکر کنم این بتونه کمکمون کنه که شکستش بدیم. میگه یه دونه جادوه. میگه سری برو تو کلوزه و پیش مامانت. اینجا میتونه نه؟ حاجی چقدر داستان یه سرعت زیاد شد، اتفاقایی که داره میفته. اینجا بازه این پورتال. این سری با اسپری اومدم. صدای گریه مامان منه. بچه دوباره برگشتیم تو اون دنیا. اینا دارن توی یه چیزی رو نگاه میکنن. میگه اونو سری بنداز و برو کاور بگیر. مادرم هاش یه جا داره گریه میکنه. گفت اینو سری بنداز کاور اینجا. چه اتفاق دیگه نمیتونم تکون بخورم. اینا از مستر رد فیس فکر کنم ترسیدن اومدن. آره این کی؟ همین صورت قرمز زد این کی بود رفت تو؟ چی؟ فکر کنم اسپله کار کرد آجی. اون جادوه یه کاری کرد. آزاد شدم. اینا کیان آجی؟ اینا خیلی واسم سواله بدونم کیان. دیگه نمیذاره باش حرف بزنم. درم نمیتونم چیز کنم. باید برگردم. بچه اسم میکنم اینجا یه حالت برزختوریه. این مخصوصا این یاری که اینجا نشست بود باش صحبت میکردیم، یه حالتیه که هنوز معلوم نیست اصلا کجا دارن میرن. یه جوری که همه بالاخره اینجا گمن و درگیرن. ترکین این سری. گفتم چه اتفاقی داره میفته. گفت اربابم که از بین بردیش، منم داره اینطوری نابود میکنه. گفت تو داری محو میشی. گفت اب نداره آجی، من همین چیزی که میخواستمش. میگه برو بیرون والدین تو ببین. والدینمو ببین. فکر کنم آقا من توی برش زمان بودم. این که همون چیز اول بازیه. این که همون لوکیشن. دارم آجی مکالمه‌شون رو میبینم. آره صداشون میزنم. میگم مامان بابا. میگه حالا شما آزادی. منو نمیبینن اصلا. آقا این میگه تو بابام گفت تو با یه مرد دیگه ای. بهش گفتش که من بهت گفتم که من سر کار میرم، سرم به خاطر اون شلوغه. گفت تو دروغ میگی. میگه من میدونم که تو با یه مرد دیگه ای. از پسرت خجالت نمیکشی که این دروغو میگی؟ آقا مامان میگه تو چی؟ تو فکر میکنی داری به کار بهتری انجام میدی؟ آقا میگه تو همش خونه ای داری به بتالت میگذرونی و فکر میکنی پدر خوبی هستی واسه اون. میگه مهم نیست من چی کار انجام میدم، مهمه که حداقل یه پولی میارم خونه که بتونم ساپورت کنم بچه رو. میگه آجی اگه فکر میکنی من زن داستاندار و بدی هستم، تو داری میاری پایین جلوی بچه. آجی میگه یک کلمه دیگه میخواد بره از خونه ماما. میگه من میام فردا بچه رو میبرم. بابای گفت اینجا واسا و رفت. چی شد؟ آقا انگار دارم تو زمان. من این صحنه رو دیدم. من دارم تو زمان سفر میکنم. اینو من دیدم. من میشکنه. اون چیزایی که دیدیم
جادو نبوده. حاجی فهمیدین چی شد؟ بعد از دعوایی که با مادره کردن این گفت زن درستی نیستی، این لعنتی اومد و مشروب خورد و به خاطر اینکه نتونه بچه رو مادر ببره اومد بچه رو به قتل رسون، بچه رو کش و جنازش رو انداخت تو همون کمدی که درش همیشه قفل بود. ما اون موقع داشتیم گذشته رو بچه تجربه میکردیم اگه اشتباه نکنم. عروسکی میگه خیلی شرمندم، میگه که من فکر میکردم تو میتونی اونو باز کنی و داستان، نه فکر کنم الان میتونیم بازش کنیم. منو قبلا کشتن. میگم این منم. گفت میگه من چیزی نمیدونم. بهش گفتم من چیزی نمیدونم راجع به این قضیه. میگه تو همیشه میدونستی. ها؟ میگه من تیکه ای از تو هم که میدونه این داستانو. میگه تو همیشه میدونستی اما این داستانو مثلا نادیده میگرفتی که بتونی حس بهتری به بابات داشته باشی. وای اوجی کورو بگی. میگه من میخواستم یه رای پیدا کنم که تو رو با واقعیت رو در رو کنم پسر. میگه من چند تا راهو انتخاب کردم که کمکت کنم اینو بپذیری که وای. میگه ولی هر دفعه نمیتونستم این داستانا رو مثلا انجامش بدم. میگه فکر کن چی میشد. میگفت هر سری یه اتفاقی میافتاد بوم و دوباره حافظه تو عوض میشد، پا میشدی و پدر تو رو شب میکش. حاجی ما تمام سعیمون این بوده که یه کاری کنیم که بابامون اون آدم بده نشه. چند روزه که من 14 روزه که من مردم. واه. میگه پس واسه خانوادم چه اتفاقی افتاد؟ میگه بابا توی یه دونه هتل ارزون قیمت قایم شده. وات؟ حاجی چه اتفاق؟ اون صحنه‌ای که وای پسر، اون صحنه‌ای که دیدیم داشت میگفت عذاب منو جلوشو بگیرید، خود ما بودیم که اومده بودیم بالا سرش. دارم بهش میگم بابا بیا بریم خونه، اون داره عذاب میبینه از اینی که پسرشو کشته و اینجوری داره شکنجه میشه و یه جورایی روح ما. میگه مامانم چی؟ اون مگه منو نمیدید؟ میگه درسته ولی چون اون شبا وای حاجی، میگه چون اون شبا میومد تو رو زنده میدید. اون روزی که گفت من نمیرم سر کار، این بچه اونو داره نشون میده. اونجا دیده بچه وجود نداره، توی کلوزت هم نیستی، تو اتاق خودت هم. وای. و اونجا تازه فهمیده که تو مردی. چون بچه این یه دوری بوده که داشته تکرار میشده. بعد من سعیمو میکردم که بابامو خوبه نگه دارم. اون اتاقی که بابا فیلم سینمایی نولان شد. اینا کیان؟ اون اتاقی که مامانم داشت گریه میکرده، اینا پلیسن. میگه میدونی که شوهرت کجا قایم شد و این داستانا؟ چیزی شواهدی چیزی داری و این داستانا؟ گفتش نه ماما. ما کمکش کردیم. میگه ولی تو الان یه چیزی رو دراب کردی و یه چیزی رو انداختی. اینو ما انداختیم واسش. میگه این چیه؟ اون مجیک نبوده، کارت هتل بوده. میگه که من مطمئنم این واسه من نیست ولی هرچی هست. حاجی لعنت به چقدر قشنگ بود قضیه.
الان یعنی میرن پیداش میکنن بابا رو. اوه حاجی بابا رو گرفتن. شیت. و منم بچه ها مراسم ختمم انجام دادن، بالاخره در آرامش رفتم اگه اشتباه نکنم. عجب حاجی بازی عجیب غریبی بود عزیزم. این بچه ها اومدن دنبالم. اگه اشتباه نکنم اینا مدلای مرگشونه بچه ها. یه دونشون تو صندوق، یه دونشون رو آتیش زده پدر مادرشون و یه دونشون رو زنده زنده خاک کرده و منم با کمدم اومدم. آرزو میکنم حاجی هر چقدر کمتر تو بچگیاتون با تروما درگیر باشید. تا جایی که من میدونم و خوندم بچه ها، این نفر اولین بازیه که ساخته و دوشم میخواد بده بیرون و آرزو میکنم که نمیدونم چی آرزو کنم. یه چیزی خوندم یه جایی خیلی باحال بود بچه ها. خیلی از بچه ها هستن که روی این تروما و چیزهای عجیب غریب بزرگ میشن و واقعا تا آخر عمر اینا تو روحی و زندگیشون تاثیر داره. و یه جای خوندم خیلی جالب بود، میگفت به پدر مادرتون نمیشه اون قدم سخت بگیر. اونام نسلی بودن که یک بار بزرگ شدن و پر از عقده و ترومای بچگی هن و خودشون هم شاید بلد نیستن که چجوری باید از این مسیر گذر کنن.